السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محفل ولیمه و عروسی سالم، مجلس ایمانی و عقیداتی و اسلامی و تربیتی و علمی که نشانه ایمان و تقوا و پرهیزگاری و تربیت دو جوان زیبای مسلمان و مؤمن و متقی هست و محفلی که همانا از جنس لا اله الا الله و نماز و روزه و اسلام هست. محفلی که گرفته شده از فرهنگ قرآن و سنت و منهج سلف صالحین و رشادت‌های دانشمندا و امت اسلامی هست. برای هر دو شاداماد عزیز و دوشیزه های محترم و شما مخلصین و دوستا و موحدین و همه امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دوستای عزیز، دوست داشتم که دیگر اساتید هم صحبت میکنم، همه صحبت اونا میکردن، اما ما هم خلاصه به واسطه که وقت گرفته نشود چند جمله به خدمت شما در مورد فرهنگ اسلام و فرهنگ مسیحیت و یهودیت و فرهنگ‌های غیر اسلامی و سکولار در ازدواج‌های مسلمان‌ها باید ما و شما بشناسیم و از آنچه که به انجام آن ما مکلف شدیم که امانا حکم الله جل شانه و سنت نبی صلی الله علیه و سلم هست، اون اعمال پیش از مرگ در زندگی ما عملی شود و از آنچه که ما حکم شدیم که باید اجتناب بکنیم و پرهیز بکنیم پیش از مرگ باید ما از مجالس و محافل خود اعمال و افعال و رسم و اصطلاحی که در اصل دین جایگاه ندارد باید ما از او پرهیز بکنیم. شکی نیست که ازدواج یک رکن اسلامی و یکی از شاخه های سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی همه امت اسلامی هست. وقتی که ما مسلمان شدیم و لا اله الا الله محمد رسول الله خواندیم، عروس و داماد از اختیار و از صلاحیت و از دیکتاتوری های فکری و شخصی و مردمی و جغرافیایی آزاد شدیم، تسلیم به یک نظام آسمانی شدیم. یعنی داماد و عروس صلاحیت ندارند که هر چیز که در فکرشان و ذهنشان یا اصطلاح و رواجشان هست عملی کنند، چرا که این داماد و عروس تسلیم شده به یک نظام آسمانی یعنی کتاب الله و تسلیم شده به منهج 23 ساله نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. فلهذا تعجب آور نیست که در مجلس عروسی یا ولیمه صدای قرآن بلند شود یا صدای سنت بلند شود یا صدای منهج صحابه رضی الله عنهم اجمعین بلند شود، زیرا این کیفیت ایمان و تربیت یک مؤمن و مسلمان از مجالسشان شناخته می شود. پس ضرور هست مثل که ما وقتی که کلمه خواندیم و نماز خواندیم و روزه گرفتیم ما از اختیارات غیر اسلامی و دینی و ایمانی ما آزاد شدیم، لا اله بیزار شدیم از کفر و شرک و الحاد و بدینی و منکرات و فحشا و هر اصطلاح و رسوم غیر اسلامی الا الله، تسلیم شدیم به نظام الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوب است، یکی از شرایط ازدواج ایمان هست و عقیده است. ما
با یک مشرک، یک مرتد، یک غیر مسلمان، به استثناء کسایی که پیرو واقعی تورات و انجیل و زبور باشد که با او به اصطلاح ازدواج می شود، اما کسایی که عقیده الحاد داشته باشند و مؤمن و مسلمان نباشند، ببینین مسائل نکاح و ازدواج و این فرهنگ اسلام در زندگیشان معنا و مفهوم کلی نداره و سوال برانگیز است. و همون مسلمان هایی که در سجده کردن و در روزه و در طواف بیت الله تشنه محبت الله هستند و در عروسی میبینین بینیازی از دین و بینیازی از سنت پیامبر و بینیازی از فرهنگ اسلام نعوذ بالله میکنن. اما به ذم و فهم خیالی فکر میکنن که این مجلس شادی و خوشی هست که در آن کلام الله نیست نعوذ بالله و در آن گناه و معاصی و فرهنگ غیر مسلمان ها تطبیق می شود. این خوشحالی است. بله، این خوشحالی غیر مسلمان هاست. این خوشحالی کسی که او یقینا الله را دوست دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارد، این برای او مجلس خوشی نیست. محبت الله و رسول صلی الله علیه و سلم برای هر زن و مرد مسلمان فرض عین است. همونطور که الله متعال در کلام پاک خود می‌فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردیم. کدام ایمان؟ همون ایمانی که اقرار به زبان به تمام امر و نهی الله، تصدیق به قلب به تمام امر و نهی الله، عمل بالجوارح به تمام امور الله و ترک کردن منکرات از جوارح در تمام امور زندگی. آیا حقیقتا ما در عروسی های ما از جنس ایمان و اسلام و عقیده هست؟ اگر از جنس ایمان و اسلام و عقیده باشه، باید از نصوص کتاب الله و سنت اصل داشته باشه. اگر از گناه و نافرمانی و سخن لعیب و فحش و منکرات باشه، باز چگونه رنگ دین و عبادت و تقوا به این نعوذ بالله داده میشه و به این نسبت میشه؟ و مؤمن چگونه الله را دوست دارد که از کلامش خسته می شود، از سخن گفتن به همراه خانم خود، عمه و خاله خود، دوست خود خسته نمی شود، 1 ساعت تلفنی صحبت کند، اما شنیدن کلام الله انسان گرنگ میشه، خسته میشه، به آن مجلس تنگ می آید. این کدام ایمان هست؟ آیا انسان اگر دارای همینطور یک مفکوره و فکر و عقیده و ایمان باشه، ای به کجا خواهد رفت بعد از مرگ؟ مشخص است. با هر کس محبت داشته باشی با مو حشر میشی. علمای عقیده میفرمایند انسان در دنیا به امر هر کس زیاد توجه کند و زیاد عمل کند و زیاد اطاعت کند و زیاد محبت داشته باشد و زیاد از اون متأثر باشد، صاحب همون امور رب تو هست. اگر داماد و عروس و همه مسلمان ها از امر الله متأثر هستند، ربشان الله است. اگر از فرهنگ غیر اسلامی متأثر هستند، فرهنگ غیر اسلامی را دوست دارند، در زندگی خود بدون از جبر و اکراه و درهم و دینار تطبیق میکنند، یقینا ربشان درهم و دینار و همون فرهنگ باطل است که روز قیامت با او یک جا حشر میشن. به این مناسبت است که کلام الله برای ما میفرماید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. خب به کمال تأسف که معیارهای ایمانی امروز در زندگی مسلمان ها ذبح شده و جنازهشان خونده شده و در قبرستانهای صحابه و سلف صالحین دفن شده. فرهنگ اسلامی به ذره‌بین میپالیم، پیدا نمی شود. و اگر جایش هم پیدا شد، یک عده از مردم های مریض که مریضی علمی و ایمانی و اعتقادی و فرهنگی و اسلامی دارن، یک نام میگن. این مسلمان ها چقدر متشدد هستند، چقدر افراطی هستند، چقدر سختگیر هستند که حتی در مجلسشان ساز و موسیقی و رقص و پایکوبی و رقاصگی و سخن زشت نیست در اونجا. و این نشانه چیست؟ نشانه سختگیری است. اگر سوال کنیم الله را چقدر دوست داری؟ برادر عزیزم، خیلی زیاد دوست دارم. رسول الله را چقدر دوست داری؟ جان و سر و زندگی ما فدایت باد.
اما با فرهنگ و سنتش جهاد میکنیم. نعوذ بالله. یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ایمان آورده، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان فمن یتوله منکم فاولئک هم الظالمون. ای کسی که ایمان به الله و کتاب الله و بهشت الله و جهنم الله و نبی الله و عیسی و کتاب داری، نگیرید پدران خود را و برادران خود را به دوستی. کدام پدر و برادر به دوستی نگیر؟ همون پدر و برادری که در برابرش الله میگه کلمه اوف نگو. فرزند مسلمان در برابر پدر مؤمن و پدر متقی اجازه نداره کلمه اوف بگویه. اما در جای میرسه که نگیرید این پدر و برادر را، اولیاء هم به دوستی. چی وقت به دوستی نگیرین پدر و برادر را؟ این استحب الکفر، اگر به عمل کفر، به عقیده کفر، به نظام کفر، به قانون کفر، به اعتقاد کفر، به اعمال فرهنگ کفر محبت دیشت نسبت به کتاب ایمان که قرآن است، نسبت به معلم ایمان که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، نسبت به سربازای ایمان که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و تمام صحابه رضی الله عنهم اجمعین هست، و نسبت به دانشمندان مکتب ایمان که همانا تابعین و تبع تابعین و تمام اسلاف امت هست. اینطور پدر و برادر که عمل کفری را، عقیده کفری را، قانون کفری را، نظام کفری را نسبت به الله و رسول و دینش پیشتر دوست داره، اجازه نداری با اینطور پدر و مادر محبت بکنی. بله، فمن یتوله منکم، اگر با اینطور پدر و مادر دوستی کردی، ولایت کردی، موالات کردی، به واسطه عمل غیر اسلامیش ایره دوست داشتی، فاولئک هم الظالمون، یقینا از جمله او ظالمی هستی که الله متعال تو را ظالم میگه. از جمله او ظالمی هستی که مستحق جهنم الله هستی. چطور پدر و برادر و عمه و خاله و ماما و کاکا را دوست داری، در محفل خود خبر میکنی، اما از کلام الله را به اندازه پدر و مادرت در مجلسیت دوست نداری؟ اول معیار ایمان برادرای عزیز ما باید خوب بشناسیم. اول باید معیار عقیده خوب باشه. نماز انسان، روزه انسان، حج انسان، زکات انسان، نکاح انسان، جهاد مسلمان، صدقه مسلمان، اخلاق مسلمان، هیچ کدوم به پیشگاه الله اجابت نمیشه تا زمانی که عقیده اسلامی، عقیده توحید نداشته باشه. توحید یعنی الله را به الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و حاکمیت و امر و نهی او نشناسه و به او تسلیم نشه، در جا و وقتش تطبیق نکنه، این مؤمن نمیشه، مؤمن نمیشه. خب چگونه یکی از شاخه های توحید امر الله است و دیگر نهی الله است؟ الله از منکرات ما را منع کرده که نکنیم. ما که اینجا میاییم اجماع میکنیم همه ما با منکرات متفق میشیم. حقیقت ما برای جهنم رفتن متفق شدیم، برای گناه متفق شدیم، برای نافرمانی متفق شدیم، و این مسئولیت همه ما مسلمان ها و مؤمنین است که امر بالمعروف و نهی از منکر بکنیم و از اجتناب بکنیم. مثل که این محفلی ولیمه را این هر دو خانواده محترم و هر دو داماد دوست داشتنی یک پوانتون ایمانی و عقیداتی و تربیتی و علمی برای همه امت اسلامی فرهنگ گذاشتن. و عمر رضی الله عنه خلیفه دوم اسلام میفرماید در جوانی همنشین و دوست و رفیق و کسی برای خود انتخاب بکن که وقت کهنسال شدی، موسفید شدی، رهبر شدی، متنفس شدی، شخصیت شدی، باز یک نکته ضعف نداشته باشه، سرخور به داخل گوش شما کنه بگه بخشش باشه به جوانی اینطور به محفل شما خوب بالک میزدن، 10 کیلو شراب خورده شده بود، چند نفر مدعوش و بیوش شده بود. دکتر اقبال رحم الله میگه که یاری بد بدتر بود از مار بد
مار بد نیش زند بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت سهله تو را سهله کند، صحبت طالع تو را طالع کند. خیلی خوب است اسراف نباشه. چند نکته خلاصه اشاره میکنم، چون من که حافظ قانون اساسی و قانون جزا و قانون مدنی افغانستان هستم و بعد از این اراده دارم که قرآن کریم حفظ کنم و وقتی که دکترای خود در پانتون یوسف علیه السلام میخوندیم اونجا می درسای خود زیاد تکرار میکردیم. در اسلام معیار عمومی را خدمت شما عرض میکنم. در اسلام الله متعال به زن حق داده. اول سوره در قرآن نازل کرده به نام سوره نساء، سوره زن. در مورد معیارهای اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، انفرادی، عزت و عفت زن گفتنیای خیلی زیاد هست. الله متعال در کلام پاک خود میگه زنها مثل طلا هستند، باید پوش داشته باشند، مثل پیاز کوچولو نیستند که خاک و گرد و چتلی هر چیز به صورت زیبایشان بشینه. باید زن حجاب داشته باشه. یعنی دکانهای زرگری و طلا فروشی که میرین پوشهای مخصوص، رنگ مخصوص، گروپ مخصوص، حتی شاگردای آرایش کرده مخصوص دارن. زن باید پوش داشته باشه، حجاب. اما مسیحیت و یهودیت و نصرانیت و دموکراسی و سکولاریسم میگه عکس زن باید بروی ساجق و کاغذ توشناب و قوطی مبلین و به اصطلاح یک شامپو و صابون به واسطه 5 افغانی به تبلیغات به چاپ برسه و سرانجام به صندوق شاروالی و آشغالی و چتلدانی انداخته شه. این حقوق زن هست که در کلیسا فیصله شده. دوم، اسلام میگه اگر به آبرو جلال زن بی‌عزتی شد، بی‌عفتی شد، بی‌احترامی شد، باید متجاوزین دره بخورن، سنگسار بشن، کشته بشن تا همه انسانیت بداند که وکیل مدافع همه زنان با عزت و با عفت امت اسلامی الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم و قانون اساسیشان قرآن هست و زن بدون از بادیگارد و سیم خاردار و دیوالهای بلند سمتی در امن و امان زندگی کند. این قانون قرآن است برای زن. و قانون غرب و نظامهای باطل چیست؟ میگه زن باید خود خوک و خود خنزیر و خود سگ و خود حیوانات ازدواج بکنه، بلکه تا 70 شوهر هم میتونه با خود بگیره. چنانچه که از رسانه و مطبوعات و صفحات اجتماعی شما میتونید بیشتر معلومات بگیرید. سوم، قرآن و سنت میگه برای پسر و دختر اجازه نیست در برابر پدر و مادر دیندار و مخلص و مؤدب کلمه اوف بگوید، بی احترامی و بی ادبی بکند، زیرا فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بین دعای پدر و مادر و الله متعال هیچ حجابی نیست. اما قانون غیر اسلام و قانونهای باطله میگوید که هرگاه پدر و مادرت کهنسال شد به مرستل و دیوانه خانه بیانداز و زن اگر قصد زندگی با تو نداشت او رو به خانه امن و امور زنان ببر، حوالهش کن. حال انتخاب به ما. چهارم، الله متعال در سوره نساء آیت 107 تا 114 میفرماید زن حق میراث دارد، از زندگی پدری و مادری خود میراث میبرد. اما ادیان باطله آمدن فرقهای ضاله و فرهنگهای پوسیده در کشورهای اسلامی سر و صدا برآ انداختن و به زن چقدر حقوق دادن؟ گفتم زن خودش باید در میدان کار و مزدوری بیرون شود کار کند. ضمن ای که زن از مال و از زندگی پدر و مادر میراث نمیبرد، باید خود زن زندگی و معیشت و ضرورات خود را پره کند. اما اسلام عزیز برای زن احترام گرفت و محبت کرد. گفت که خوراک زن، لباس زن، اینها باید همه برای شوهرش واجب است به حد توان در خانه و در زندگی او مهیا بکنه و زن مثل یک مدیره بری در خانه نشسته و یک رئیس و این مرد هم به چوکات اسلام به حد توان در زندگی او مال و اسباب اشیا را مهیا بکنه. پنجم، نصاب تعلیم و تحصیل برای زن. بهترین زن که مافوق دکترا و ماستری در اسلام تخصص علمی داشت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بود. 2210 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کرده بود.
اما اختلاط و تفری رفتن و پارک نشینی و آسکریم خوردن و پیپسی و میراندا خوردنشه کسی هم به همراه یک انسان اجنبی ندیده. اسلام میگه زن باید مدرس باشه، دعوتگر باشه، عالمه باشه، دانشمند باشه، فیلسوف باشه، محقق باشه، در این که عزت و حفتش در یک نظام اسلامی محفوظ باشه. نمونهش پیش کرده عایشه صدیقه رضی الله عنها. اما حالی هم بری زن نظام تعلیم و تحصیل است، به فوتبال و والیبال بره، خود خارجی ها به لندن ازو برن پس بیایه و باز اعضای فامیل خوشن که والله مدال آورده. دور از عزت و عفت مسلمان های سالم. ششم، زنها اجازه اقتصاد، تجارت، غیرت، عزت و عفت، خدمت به اسلام مثل خدیجه الکبری رضی الله عنها و مثل سمیه شیرزن که شمشیر گرفته به سرحدات رباط اسلام در جهاد و قتال در میدان داخل شده و با شمشیر خود شمشیر زده تا این که جان به جانان آفرین تسلیم کرده. محبت زنها، کرامت و تقوا و پرهیزگاریشان، الله متعال در سوره مریم صفات مریم رضی الله عنها را بیان میکنه. دوستای عزیز من، نور چشما، نصف امت اسلامی در خانه زنهاست که ما و شما یک ظلم بزرگ به اونها کردیم که چالو و پیاز و شلغم و لبسیرین و کفش و لباس بردیم به غیر از دین الله. اگر در خانه ما ترمز چای میده شود، پنجره میده شود، موائل میده شود، 10 بار سوال و جواب میکنیم. اما نماز خانم ما یک هفته نماز نخوانده، از او یک بار هم سوال نکردیم که این نماز اندازه ترمز 200 روپیه چای خوری ارزش داره یا نداره. خانم جان بیا بشی الحمدلله رو یک بار ما و تو به تجوید میخونیم، سه کنیم یاد داری یا نه؟ نصف امت اسلام زن بوده. معلم و مربی ابتدایی تربیت همه اطفال مسلمین زنها بوده. این 2 تا داماده که امروز جناب قاری صاحب ابراهیم خیل و برادر دیگر ما آقای کریمی عروسی دارن، اول اینا استاد پانتون و مکتب و استاد مدرسه درس نداده، اول اینا مادرشان درس داده که بچه جانم الله بصیر است، تو را میبینه و سمیع است، صدای تو را میشنوه و خبیر است، از دل تو خبردار است و تو فرزند مسلمان هستی، تو بنده رسم و رواج و اصطلاح و فرهنگ باطل نیستی، تو امتی امزایر و خوننده و رقاصه نیستی، تو امت محمد صلی الله علیه و سلمی و عروسی تو باید مثل عروسی سیدنا حنظله رضی الله عنه باشه. عروسی تو مثل عروسی خلفای راشدین باشه. چرا؟ این دین تخفیف نداره که والله صحابه 100% به اسلام عمل کنه، افغانیا به قرن 21 و 22 مشکلات خیلی زیاد دارن، اینا باز به 50% اسلام عمل کنن، گپشون خلاص میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ایمان آوردی، ادخلوا فی السلم کافه، به اسلام مکمل داخل بشو. اسلام خلاف نفست، خلاف رأیت، خلاف مشورت، خلاف بابا و اجداد و نسبت، خلاف اصطلاحت، خلاف ولایت و جغرافیت، خلاف هر چیز که حکم اسلام آمد باید بپذیری. چنانچه که به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم آیات قرآن وقتی که میآید، اما همون عرب اصیل سابقه ای که از نسب خودش است برایش چی میگه؟ این پیامبر جادوگر است، دروغگوست، کاذب است، ابتر است، مجنون است، دیوانه است، کاهن است، نعوذ بالله معاذ الله. 13 نام خراب مشرکین برای رسول الله صلی الله علیه وسلم میگذارن، اما رسول الله از 1% فرهنگ اسلام عقب نشینی نکرده و به جایی که جسم و دست و پای مبارک صلی الله علیه وسلم مورد تنبیه و شکنجه فیزیکی قرار میدن، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم 1% فرهنگ اسلام ترک نکرده. اگر ما اینطور باشیم که ما مجالس و محافل و برنامه ما هم سالم باشه، هم مسلمان ها تایید بکنن، هم آمریکایی ها و یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها و گوپرستا و آتش پرستا و بت پرستا، هیچ امکان نداره هرگاه که کفار مجلس ما تایید کرد، عقیده ما تایید کرد، نظام ما تایید کرد، خود ما تایید کرد، او وقت تجدید ایمان و عقیده به ما و شما لازم است به همراه تجدید نکاح.
آنهایی که از عملکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نشدن از عملکرد ما هم راضی نمیشن. زمان راضی میشن که عملکرد ما موافق اونها باشه. پس باید عملکرد ما موافق با قرآن و سنت و فرهنگ اسلام باشه. الله متعال جل شانه همه این مجالس را سالم بگردانه. گفتن خب معمولا معروف است که اساتید یا استادا گپ زیاد میزنن. گفتن یک برادر شروع کرده بود به سخنرانی، دیگه چشما رو پود کرد، گفت اینطور زیاد گفت. یک وقت چشمای خود باز کرد، دید یک نفر شیشته پیش روی. گفتن خیر بین جزاک الله که شما شیشتین گو بخشش باشه. چادر مزر پای شما بند مونده بودی، کلیای دروازه هم شما. حالا پیش از که شما کلیای دروازه برای ما بگذارین، ما ان شاء الله منبر و استیجا برای دیگه اساتید و دوستا میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.